سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من مرشاد نیازر هستم و اومدیم با ادامه ویدیوی قبلی که طراحی لوگومون رو بتونیم تکمیل بکنیم و طبق گفته‌های گذشته قرار ابزارهایی که بیشترین کاربرد رو دارن و راحت‌تر شما رو میتونن به آموزش این نرم افزار پیش ببرن، یعنی به قول معروف یاد بگیری ادامه بدیم. اگرم من میبینید یه ذره نانورمالم به خاطر شرایط موجوده. خب پس الان ما شروع میکنیم از صفر. دوباره اینو بازطراحی کردم. میریم تو ابزار پن. اول میریم این لایه رو قفل میکنیم، یه لایه جدید براش باز میکنیم که اون لایه زیریمون تکون نخوره. همین نقطه گذاری همون رو میکنیم. حالا اگر نیاز بود زوم یا بک زوم میکنیم. یه طورایی هم یعنی به قول معروف دوست نداشتم ویدیو بگیرم، ولی خب نمیشه آدم بیکار بمونی. یعنی وقتی بیشتر بیکاری بعد فکرت جاهای بدی میره. میدونی چی میگم؟ برای هم آموزش دیگه، یه جور کمک دیگه، یه جور در حد خود آدم گذاشتن است. منم سعی میکنم یه طوری آموزش بدم که بشه مثلا اون نتیجه درست از کار بگیرید. این پارت ویدیو رو قبلا هم گرفته بودیم، اتفاقا خیلی ویدیوهای فانی هم شده بود، اتفاقات باحالی افتاده بود. ولی خب به مشکل خورد، یعنی توی صدا خوب نیافتاده بود. الان فکر کنم صداش زیاد میزون نباشه. یکم تنظیماتش رو دستکاری کردم که ببینم درست میشه یا نه. تا این قسمت یعنی من صحبت زیادی نکردم، چون داخل ویدیوی قبلی به قول معروف اینو توضیح داده بودیم. و همین راحتی با نقطه گذاری ها میتونید این قسمتاش هم نرم بکنید. همین لوگو رو خیلی راحت‌تر بازم میشه طراحیش کرد، اما میخوام با این ابزار شما یاد بگیرید، این ابزار رو بتونید ازش درست استفاده بکنید. خب من فیلش رو از بین بردم، حالا فیلش رو من برمیگردونم از زمینه داشته باشه. این تا اینجای کار. ببینید الان من اینو طراحی کردم. خب الان میخوام این سایه رو ما به دست بیاریم. متوجهید؟ بازم میتونیم با استفاده از ابزار پن به این شکل بیایم نقطه گذاری کنیم. خیلی راحت. اینجا بعد میایم این قسمت، بعد میایم این قسمت، میایم اینجا. ببین قشنگ این چون میره زیر کار زیاد مشخص نیست. اینجا الان دوباره من فیلش رو از بین میبرم که بتونم پس زمینه‌مو ببینم. مثلا اینو بیارم این قسمت و اینجا و خب نگاه کن الان اینجا رو من خراب کردم دیگه، درسته؟ ای رو میزنم، اینو میبرم زیر. الان شد سایم. من الان اینجا لایه‌هامون یه نگاهی بکنم. این که هیچی. اینه. حالا میام رنگ فیلشو اینجا بهش فیل میدم، بعد این رنگش رو به قول معروف میام به این شکل تغییر میدم. خب الان من این لایه‌مو بیارمش بیرون. الان رنگ رو نگرفته. این تا اینجا درست شد. حالا میام یه هم میذارم کنار، همین گوشه توی قسمت ریکتانگل ها، شکلک ها، یه مربع من اینطوری ترسیم. با آلت و براکت چپ یا راست این لایه رو ببخشید با کنترل و براکت چپ یا راست این لایه رو من میارم پایین و از این گوشه شروع میکنم کشیدن تا به اون نرمی مورد نظرم برسه. این مقدارم سایز رو بکنم کوچیک بکنم. اینجا خب یه مقداری نرمی رو کم زیاد میکنم. خب الان استوریکش رو از بین میبرم و شروع میکنم من استوریکش اول از بین ببرم و شروع میکنم به قول معروف اون رنگدهی و اون جایگذاری.
نکنین یه ذره رنگش روشنه، باز میرم تو قطره چک کن، یه کلیک میکنم رنگش رو به خودش میگیره. حالا من این لایه رو باز میکنم، میارمش این بالا، یه مقدار کوچیکش میکنم، میام اینو میذارم اینجا. درست شد؟ نکن فیتش میکنم قشنگ با اینجا، ایو میزنم این قسمت، یه کلیک میکنم و ببینید اینو میتونید مسکم بکنید، یعنی کارم میتونید انجام بدید که مسکش بکنید تصویرتون رو. حالا این لایه رو میارم بالاتر، فیتش میکنید دیگه، این باید اینجا باشه، یه مقدار اینجا، استوریکش از بین میبرم که خطش نکنه. اینم این شکل. حالا فقط مرتبش میکنی که سر جای خودش قرار بگیره. چون تنظیماتم دقیق نبود برای همین یه مقداری اینجاش پاکه. و خلاصه به همین راحتی با بکنم امروز ابزار عطر چکون که رنگو میگیره، پنت که میایم ترسیمش میکنیم و ریکتانگل که شکلکه. ببینید کلا نرم افزار ایلوستراتور به شدت یه نرم افزار ساده است که شما فقط یه جسارت میخواد انجام بدید و نگران این نباشید کاری خراب بشه. خب و نتیجه به همین راحتی به دست میاد و خلاصه که ساده است. امیدوارم که این ویدیو لذت ببرید. ببخشید یه ذره ویدیو بی انگیزه بود، سعی میکنم توی ویدیوهای بعدی یه ذره پر انرژی تر باشه و طبق قولی که داده بودیم هر روز ویدیو آپلود بکنیم. خیلی چاکرم.